یه دفعه پارسال شب تولد تو یه عوشک ویسکی خوردم، 2 تا پیک. همون شب که تو با فرشته گرم گرفته بودی از لجم رفتم همه گلای خان بابا رو قیچه کردم. بعدشم گذاشتی گردن چنگیز بیچاره که عباس درک خورده بود، مست بود. تو از کجا فهمیدی که من چیدم؟ قیچه تو گلخونه جا گوشته بودی، من ورداشتم آوردم تو اتاقت. رضا تو هیچ وقت نمیخوابی؟ چرا؟ نمیدونم چرا امشب دلم میخواد همه گلای گلخونه خان بابا رو بچینم، همش.